سلام دوستان عزیز، اینجا شهر قوچان، میدون مرکز شهر به اسم میدون امام خمینی که اکثر شهرها اینو دارن. حتی زمان شاه به این میگفتن میدون شاه، الان هم میگن میدون امام. این ور به سمت سبزوار میره، روبرو به سمت مشهد. این ورم که به بازار اشقاباد معروفه که به سمت ترکمنستانه. اون ورم بازار مشهد بهش میگن، به سمت مشهد میگن بازار مشهد. این ور چون به سمت سبزواره بهش میگن بازار سبزوار. این هم که خود میدونه یه المان داره، حتی المان قبلیش خیلی به نظرم قشنگتر بود، حالا اینو گذاشتن. این هم که بهش میگن بازار قوچان به سمت شهرخانه یا همون قوچان عتیق. این شهر یکی از شهرهای بسیار قدیمی ایران. قبوشان اسم قدیمش بوده. آساک باز از اون قدیمی تر، قبل از میلاد مسیح بوده به اسم آساک. خدمتتون عرض کنم از لحاظ معماری شهری، نقشه شهری هم جز شهرهای برتر دنیاست، چون خیابون بنبست نداره. از این لحاظ خیابون شهر شطرنجی هم معروفه که یه چند تا جایزه هم تو این زمینه در سطح بین‌المللی و کشوری برنده شده. اما البته خب طراحی اصلیش مربوط به قدیمه که اون یه پلی هم که اونجا بهتون نشوندم تو فیلم‌های قبلی، پلی بوده که آلمانا درست کردن، زمان رضا شاه فقید بوده که آلمانا درست کردن. این هم از این. حالا بقیه‌اش هم تو مسیر براتون توضیح میدم. حالا بقیه چیزا هم خدمتتون میگم مراحل بعدی، قسمت‌های بعدی، بقیه جای شهر رو بهتون چند روزی که هستیم براتون توضیح میدم تا انشالله بریم شهر بعدی. بازار اشقاباد، همون خیابون امام خمینی که الان میگن، یا همون بازار اشقاباد که مردم عام بهش میگن بازار اشقاباد. خدمت دوستان عرض کنم که خیابون اصلی این شهر حساب میشه که از شلوغ‌ترین خیابون. الان هم که میبینید ساعت 11 شبه که بازم میبینین ماشینا در رفت و آمدن. اینجا هم فکر کنم 2 مرتبه طرح جدیدی واسش دارن، حالا نمیدونم چه طرحیه. بخره اگه دقت کنید اینجا اسم میدون رو نوشته، اگه بتونم زوم کنم اینجا نوشته میدون امام خمینی. اگه بتونم شما اینجا واسه من یه برم فیلم بگیرم. برم دیگه کامل بله. این هم بازار اشقابادش که فعلا تا فیلم بعد.